سلام، من ریحانه هستم و اومدم که بخش‌های مختلف سجون رو معرفی کنم و فقط در حد اینکه چطوری کلاس سایبری رو بیاری بالا و اینطور چیزا. خب این سایت نورای سجونگه، یعنی بخش اینکه تو با کلاس دسترسی داشته باشی و کلاس اصلیش شما وقتی که این خط از این خط شما توی گوگل انگار سرچ بزنی سایتش براتون میاد بالا. و من بعد از اینکه لاگین کردم و کلاس من اومد بالا، یعنی اینجا، من وقتی که روی کلیک کنم این بخش از کلاس من نشون داده میشه و به این اسم و به این شماره میرم بخش 14 کلاس 1A هستن. بعد این نوار وقتی که نشون داده میشه به این معنی که تو این حد از کلاس رو گذروندی و این تاریخ شروع و پایانش و این اسم استادم به اسم گون جونگن. و وقتی که اینجا من استارت کنم این بخش لرنینگ ویدیوهایی که من باید ببینم در طول دوره، یعنی حتی شماها و اینا درسایی که در طول دوره شما آموزش داده میشه کلاس سجونگه، ببخشید کتاب سجونگ سایبری که کتابش با سجونگ اصلی فرق میکنه. و اسایمنت که اسایمنت یعنی چیزی اینجا بخش تکالیفیتونه که در طول دوره شما 2 تا تکلیف میذارید، یعنی انگار این بخش شما وقتی که سابمیت کنی مثل من تکلیف تقسیم میشه و نمرتون بعد از هفته‌ای که شما اونجا انگار سابمیت کردی نشون داده میشه. و دیگه اولین تکلیفی که برای شما عنوان میشه که کجا باید آپلود کنی بخش انگار لیستا که اسم پدلته. اینجا این مثلا معلم منه و این بخش تکلیفمون که مال حداقل نزدیک 1 ماه پیش که تکلیف ریاضی بود و ما اینجا تکلیف رو آپلود میکردیم. مثلا ببینید اینجا تکلیف همکلاسی منه و این تکلیف منه و وقتی که روی علامت مثبت بزنین اینجا شما میتونید تکلیفتون رو آپلود کنید، تکس بذارین یا بنویسین، نه مشکلی نداره. و همینطور که کلاس سجونگم هر سال یک نوبتش که فقط ثبت نامه و نوبت بعدش هم که برای اینکه ظرفیت پر بشه و سطح مقدماتی بعد از اون سطح‌های متفاوت آغاز میشه و همینطور کورس‌های خیلی متنوعی هر سال اینجا به اشتراک میذارن که اینجا مشخص میشه. و دیگه خودم چون اولین بارم دارم تجربه میکنم و اونقدر هنوز تجربه‌ای به اون صورت ندارم، فقط میخواستم که در حد این باشه که این کمک کوچولویی کرده باشم، با که میدونم خیلی از همچین چیزای اطلاع دارن، اما تا الان من برای رمز گذاشتن پیج سجون خیلی اذیت شدم، یعنی فکر کنم نزدیک 100 بار من رمز عوض کردم که بالاخره کشو گرفت و خوشبختانه تا الان اوکی شد. خوشحال شدم که یه ویدیو گرفتم. مرسی، خدافظ.